خیر است خالای زیلال. تو همیشه کی بودنی مادرت رو میپرسیدی؟ شما باشید با من نمیگفتید. اکنون وقتش رسید. مادری تو منم پسرم. تو پسری من هستی. تو براتی. مادر جون رفته. چرا خاموشی پسرم؟ برات پسرم، میدونم حیران شده ای، اما من راستش رو گفتم. باور نمی کنی؟ پسرم گفزم، قربانت شوم یکون چیز گوی آخیر. شما را انتظاری مادر جان، زود باشه. باور نمیکنم. برات پسرم. آقای دکتر، باور نمی کنی که مادرت هستم. فکر میکنی که من دروغ میگویم. چه واقعی شد خدای زیبا؟ دیر میکنیم خالای زیلال. مادر جان بیایید رفتیم خالای زیلال، دیر میکنیم. زودتر. پسرم، چرا باور نمی کنی؟ چرا مادرت را باش نمیری؟ تو چی کار میکنی زیلا؟ برات خدیجه را پرتفته به کجا میروی؟ مادر جان چی شد؟ چرا ایستادید؟ شما روید. من به شهر آمده شما را مییابم. چرا مادر جون؟ از خدیجه خواطرم. او را با خود گرفته به شهر میآیم. برادر را میارم. مادر جون ما شما رو در شهر انتظار میشویم. خودتون رو احتیاط کنید.
آنها اول به خدا بعد به تو امانتند الدو. آنها را تا پسی تپه گسیل کن الدو. مایلش خالای زیرا با دقت باش. خیر مایلش بیایید رفتیم زودتر. خدا نگهبانت برفین. کمی زودتر. زودتر. خالای زیلال مادریمان بوده نمیتواند. این ناممکن است. او دروغ میگوید. باور میکند. برات بودنش را باور میکند. مکتوب در کجاست؟ الدا برادر لبای آن طرفش خودمان میرویم. تو زحمت نکش. مایلش یولماس. خدا از شما روزی باشد اکای الدا. خدا کمکتان کند. تشکر برادر. پسرم عکست را ببینی باور میکنی. مادر جان گفته مرا با آغوش میگیری. خدا نگهبان شما. سلامت باشید اکای الدا. تشکر. کنیستید. و فکرم این سایه آنها سینام. زورم زود پراکنده شوید. زودتر. ایستا. چرا انتظاریم سینام؟ آنها خیلی دورند. اگر تیرت خطا خورد آنها را گم میکنیم. آهسته اطرافشون را احاطه میکنیم. کنیز پسشان آنها را احاطه میکنیم. زود باشید. زود باشید. فهمانیدنش مشکل است پسرم. بعدی آمدنی خبری مرگی پدرت، مردی آیله تنها تو ماندی. بیشاگی ها برای دوای خونیشان آمده تو را میکشتند. علاجی نداشتم. با این عقلی که من نقشه کشیدم خواستم تو را از دیه گریزانده و مردم گویم که برات مرده است. همین در هم کردم. تو را گریزانده به مصطفی قماندان دادم. جیگرم پاره پاره میشد، اما برای زنده ماندنی تو مجبور بودم. او باید تو را به اینترنت می سپارید. خودش گفته بود.
مصطفی قماندان تو را گرفته برد. از او خبر انتظار بودم اما نمی اومد. جدایی از فرزند خیلی سخت است پسرم. تو حالا این را نمیدونی. شبها تو را خواب میدیدم، نمیدانستم که تو را چه یابم. تو را به خدا امانت سپاریده بودم. یک روز یک مکتوب اومد. خانم رابعه انسانی خوب بود. طاقت نکرده عکسی تو را فرستاد. گویا تو را به اینترنت سپاریده بودند. بعد از آن مکتوب دیگر خبری از تو نمی آمد. آن عکس را بوسیده می گریستم. از ترس دعوای خونین این را به کسی نمی گفتم. حتی به خواهر و ابعد هم نگفتم که برات زنده است. امیدی واخوری با تو را به قیامت مانده بودم که خودت آمدی پسرم. وقتی که آقای مصطفی برای بردنت آمد فهمیدم که تو برات هستی. من به شما باور نمی کنم. باور نمی کنی؟ این طور باشد ببین، همه‌اش حقیقت است. عکس ما رو از کجا گرفتید؟ گفتم که پسرم این عکس در دست مادرم رابعه بود. شاید که از او گرفته باشید. هزیلال، چرا با من چنین بازی میکنید؟ چرا مرا در جای پسری رحمتیتون برات میگذارید؟ پسرم آخر برات نمرده است. برات تو هستی. تو براتی پسرم. چرا میخندی؟ چرا نخندم؟ آخر تو در برم هستی. از این پس از تو هیچگاه جدا نمیشوم. همیشه در برت میمانم. با آرزوی و نیتهایمان میرسیم. انشالله همین طور میشود. خیلی عجیب است برفین. تا حال باوریم نمیاد که تو در برم هستی و یک جا با هم میگریزیم. بیا تنبالی نکرده زود راه کردیم. برانه قبلشم را برفین آینها کنس بسیمان زودتر. آینها گریختند. از دست دادم. سلاح را گیر. کنه زودتر. به من گوش کنید. همه جا را کابید. زری هر یک سنگ را بینید و آنها را یابید. فهمید؟ زودتر باشید. اینها
سینان چه میگوی اکن؟ خودت را عذاب نده. مژده زخمی است. همین که سکو بودنی از دیگه خونش را میاده. اگر تیرنه برای تو را زهرآلود میکند به دیه برگشته نمیتوانیم. باید زودتر به بیمارخانه شهر رویم برفین. با این احوالم برای این سینان ما رو دستگیر میکند. رفتن نمیتوانم. تو بهترش گریزی الماس. میمرم اما تو را گذاشته نمیروم برفین. برفین من دیگر نمیتوانم. مرا به حالم گذاری الماس. نه بیا غیرت کن. کسی میباید. خیز ما رو یافتن خیز برفین خیز. انشاءالله نمیابم. فاطمه رفته سلطان. در اینجا چی کار میکنید؟ رو از اینجا. من به شما بدی نمیخواهم. او زخمدار است. بیگدار کمک کنم. رو از اینجا میگویم. ما را دیدن تو هم فراموش کن. به فکرم از تشکیلات گریختید. بله. من محمد از دهه ورگینیز پسر زیکو هستم. از خدمت برگشتم. اجازه دید کمک کنم. تو محمد هستی؟ تو برفین دختر خاله زیلال. بله محمد. او بیگانه نیستی الماس. کنی زودتر همه جا را کنی. ایزی خون در اینجا نیست شد. چطور نیست شد؟ تو چه ها میگویی؟ آخر به هوا نپریدند. کنی زودتر کابید آنها را. آن مشبشه ها را یابید. زودتر خوب شد از زودتر کابید. خدایا توبه. این مکتوب در کجا باشد؟ خدا جان به من کمک کن.
وقتی این مکتوب رو خوندنت به گفته هایم باور میکنی و مرا مادر میگویی پسرکم. بیاید. کنیستا تو کستی؟ گبزن در اینجا چیکار میکنی؟ محمد از دهه ورگینیست و ده همون میروم. خواستم در اینجا کمی دم گیرم. با فکرم فیراری ها رو میجویم. تو از کجا میدونی؟ وقتی به اینجا اومدنم در تپه با آنها بخوردم. دختر زخمدار بود. زود گبزن. آنها را در کدام تپه دیدی؟ در اون تپه به طرف شهرک میرفتم. اگر دروغ گفته باشی کنی از پسی من رفتیم. کنی زودتر دیر نکنیم. روی رو باید بردم. وای رویش رو بینید. دختری بیچاره. شفایا به هم رویت مثل پسر نمی شود. کیزبون کنی با بیرون برو. چرا جنگ میکنید؟ کیزبون با بیرون برو. دایی مرا پیش میکنید. زیق نشو روکین. آقای دکتر هرچی از دستش روید میکند. همین در نی آقای طاهر. آقای طاهر. البته همینطور. صبح بخیر. خالای زیلو؟ دیلا من تنها بودن میخوام. برآمدی در هم پوش. خالای زیلو شما نرفتید؟ نی دخترم من از نیمی راه برگشتم. یلماز و برفین چی؟ آنها به فکرم از کوه گذاشتند. با خدا تعمیر کردم رحیما. کنی یک گوش کنی. کنی یک مونت پدر جان. حاضر. انا جانی باباش کنی خان. محمد آمد است. پسرکم. شیرین پسرکم. دکر نکن بگونه نیست بدا. نه پسرم. بیوید. وای بخینش. این دختر خالای زیلو است. شناختم. برفین است. کمک کنید. من دارشتم آمد. کمک خیلی زیاد را خواهد درایید. زخمش رو بستم. باید زودت دکتر رو جزنیم. دکتری نزدیکترین در دهه آبی کلان. طاهر چرا برای دیدن خانه نمی روی؟ اگر به تو معقول باشد به من هم معقول می شود. آخر آنجا خانه هر دوی ما می شود. با تو چی شد طاهر؟ هیچ چیز نشده از زینب. طاهر اگر یگان مشکلی داشته باشی. زینب همش خوب است. تو خودت نشو. مایلش چه خیلی خواهی.
بیا کمی صحبت کنی. پسرم بیا پسرم من به تو دوغ آوردم. مرحمت. چرا زحمت کشیدی مادر هیچ جان؟ نگو پسرم. خدای به من هم مادر گفتنش را نصیب خیر کردم. پسرم من رفتم. انا این اثباتی گپهایم. از این پس اگر خواهی باور کن خواهی نکن، اما دانسته باش دیگر چاره نداشتم. نباشد دعواگرهایمان تو را میکشتند. میخوام چی گفتم برادر؟ 25 آقای را با خدا نمیشود. مایل است سی مایل است. خیر خوب مایل است نصیب کند. مالها را گیرد نرویم. اکا این چی کاری کرده اتون؟ چرا گوسفندان رو بفروشی؟ کاری تو چی؟ هرچی خواهم میکنم. گپ زنید اکا آخیر گپ زنید از برای خدا. برای چی گوسفندان رو فروختی؟ برای چی ها؟ و من کاردار داشتم. آخیر اکا در پیش توی داره باز قرضهایمان هستم. پدر امک جان چی واقع شد؟ این امکی تو دخترم تو همه گوسفندان رو فروخت. چرا پدر؟ نمیدونم دخترم نمیگوید. مجبور نکنید پدر، شاید اگه مشکلی دارم. خواطر نشو دخترم، من البته اون مشکل رو میفهمم. خواطر نشو دخترم. و مهمان خانه کلان شهر را نهاد را یافته پلها را به او ده. مایلش میرسم. شما خواطر نشوید. گویی که آقای رافع فرستاده است. با زحمت کشیده به اینجا نآید. عجب این پولها رو به کی میفرستاده باشد؟ برادر یک دقیقه ایست. یا خدایا این پولها رو به کی میفرستاده باشد؟ به او چی شده باشد؟ یا خدایا به او چی شده باشد؟ انا اینها رو میگیریم، این ظرفها رو میگیریم. چیزمان تو در اینجا چی کار میکنی؟ پدر اینها چیست؟ کار چی میخوری؟ من کار دارم. پدر جان بغضت نمایید. میخواستم به شما گویم که اما که مسلم رو با جیانش در خانه من مهمانداری کنیم. آخه شما رئیس دیه هستید که شما رئیس عالی همتید، همینطور نه؟ سرداری این قومید. مایلش همین دور است. راست میگویی. البته عالی همتم. ایستا یک با حمید هم صحبت کنم. این طور باشد من رفت تایوری بینم باز شرمنده نشویم. اینجا بیا. دختری امینه روکین چه حال داره؟ به خدا پدر جان رفته دیدم بیچاره حالش بد است. به فکرم صحت نمی شود. حالا در کجاست؟ در بنگاه تیبی است. بودنم رو نمیدونستم. خدایا با من کمک کن. آقای طاهر به فکر فرو رفته است. گپ نمیزند. خالای زیلال به او چی شده است؟ چی میشد دخترم مگر نمیدانی؟
خامدار می شود. این کاری آسان نیست. شاید در همین فکر باشد. چی تا گویم که این پسر من است. اگر گشاگه ها فهمند او را می کشند. این محمد زیکو نیست مگر؟ به خدا خودی اوست. بخیر است زیکو؟ خانم جلال خبری بدی دارم. برفین زخمی شده است. چی؟ اما زخمش بستنی نیست. زیکو تو چی ها میگویی؟ با برفین چی شده؟ زیکو گپ زن. با برفین چی شده؟ یلماز چی؟ او چی حال دارد؟ خواطر نشوید، یلماز خوب است. او هم با برفین در خانه من است. زنم برفین رو پراندن. زنم خواهرت را زخمی کردن. برفین کجاست؟ در خانه زیکو. چرا با اینجا نامد؟ شتاب می آوردم آخر. همه جا پر از آدمانی سینو. هلا زودم رفتیم سنان آنفراره های تشکیلات کجا شدن؟ ما جناب سبا آنها را البته دستگیر میکنیم. خوب، اما باید زودتر دستگیر کنید. اگر همین طور رفتن گیرد در کوه خودت تنها با حیوان ها میمونی سینان. این چخل گپ است. شما ما را با حیوان برابر میکنه جناب سبا. نه سنان، جنگاورانت باید مثل حیوان ها با قوت پر قوت شوند. من همین رو در نظر داشتم. خفه نشو. خب فهمیدم. آقای سینان باز ریزم؟ نه نمینوشم رو. ای باد با این آدم ها هم رفته دو قابی خنک بیار. خوب شده است. سنان این چه حال است؟ با خدا این با تو نمیزبد. با وجود اینقدر مشکلی ها باز از پسی فراری ها میگردیم. میدانه چند ساعت از پسشون سرگردان شدیم. یک چند کس را از پسشون فرستادیم. در دهه آبی کلان هم آدم گذاشتیم. ببینیم کنی آن بیناموسانی خواهیم تا کجا میگریزند. خیر این مهم نیست جنابی سبا. سببی به اینجا آمدنم را میدانید؟ تشکر. برای تشکیلات زنها و دختران لازمند. هر قدر زنها زیادتر به کوه برایند همان قدر خوب. اکنون به ما گوید که یگان کس به ما همراه می شده باشد. البته می شود. اگر کمی کوشش کرده آنها را باور کنونید با دستی خالی نمی روید. دخترهای زیادی را با خود می برید. چه شد؟ یگان خبر هست؟ نه قماندان. چرا برگشتی به ناموس رو؟ تا آن خواهین ها را نیابید بر نگردید. خوشا این فراری ها تو را خیلی عصبی کردن. آن آدمی که باورش میکردم و قماندان تعیینش کردم به من و تشکیلات خیانت کرد. آسان نیست جناب سبا، آسان نیست. این یلماز قماندان کارش را میدانسته است. مژده به گریزوندن میارزد. به خدا اگر من همی بودم او را گرفتم میگریختم. خودت را به دست گیر. چشمانت را کشا برفین. دیگر نمیتوانم یلماز. چشمانت را کشا برفین. التماس. من نمیتوانم. تو خودت گریز خودت را نجات. برفین خاموش باش. این طور گپ نزن. بیچاره دختر های این دختر هم کی میآید؟ دخترم برفینم. مادر جان آمدم دخترم. آمدم دخترم. خانه جلال یک طرف استید.
برفین تقدیرت بلندی کرده است. زخمت سبک است. خونی زیادی از دست داده ای. باید تازه کنم. دکای تازه بیارید. ای رابی حاضر. این پسرم دخترم صحت می شود. زخمش وزنی نیست صحت می شود. یلمز کی واقعه شد؟ سینان در کوه برای ما دام گذاشت. خور چی گفت؟ خدیجه بخیر است خولا؟ مادرت و برفین در خانه ما. چی؟ شما چی میگوید خولا؟ برفین رو گروندیم. نه خدیجه، این زنده برای سلاح داران رو فریب دادن. همین طور گفتن. بیا هر دیگرشون هم در خانه ما. مایلش همین که توانستم زود میروم. خواهرم خدیجه با کجا میروی خدیجه؟ وای مادرم آمدند در خانه ما که زیکو هستند. رفته رو ببینم. عزیز گروسنه است. سر و لباسش را حالا همین وزن کرده ای. کی میکنی؟ وای اماک من عزیز شوهرت است. عقلت را کار فرما خدیجه. مهلت عزاداریت به آخر رسیده است. پگاه شما را نکاح میکنیم. این را فراموش نکن. سری مرا گرنگ نکن. اهدیه من همش را آماده کردم. امروز چیزهای فرمودم را از شهر میارند. یگان کمبودی نیست؟ بله همش آماده است. تنها زر و زیور مونده است. من شنیدی؟ همش آماده است. پگاه نکاح میکنیم. تا آمدن ما عزیز را نگاه و بین کن. مادر جان باز خورسندیم در دلم بود. اکنون من چیکار میکنم؟ روزهای نزدیک در سینما فیلمی هنری عذاب موینده. همونجا بشینی دل بیا. میلاد کسای آقا کیو میتیا غم درد اندو تلفنش که در کجای باشه نباشه زنگ بزن بیاید پلای ما را مستنوید کنم. نه که باشه خانه و درخت میفروشن شما را میگیریم. فهمیدی گزمارا؟ آدم هست که مرباش رو کم میکن میکوبد. چی تقاضا نبام گذاشت. بیادی و چه در نقش اساسی فردوسی عزیز. ودا یک بار دیگر با پیروز گپ زدن رو بینم از من خفه نشو. این من پیروز را راست گپ برای من فرقی نداره. مهم اون است که تو تستر صحت شوی. تقدیم کرده می شود. به اوچا گیرا صغیری تنها دانده. به اوچا گیرا یتیمی گیران دانده. عجب روسیتا یا چمن دیلگیرو در غمهای تو در پشتی در نمیرومه. غذای خوب گروی سلامتی است. اینک روغنی برکت که با تجهیزات نوین در بهترین کارگاه‌های استحصالی آماده می‌گردد پیشکشی خواهشمندان است. ترکیب غذاناک و صفتاً بالای این روغن لذت بخش همه طعام‌های ملی میباشد. روغنی برکت جوابگوی استانداردها بوده با نظرداشت طلبات استعمال کننده از نگاه غذای سالم آماده گشته است. روغنی برکت را در ظرف‌های گنجایش گوناگون با نرخ دسترس در تمام مرکزهای سودای شهر دوشنبه و دیگر منطقه‌ها قرغن‌تپه، کلوب، رشت، ولایت سوخت، شهرهای خوجند، پنجیکند و غیره خریداری نمایید. تلفن‌ها برای خریداری و همکاری‌ها 918 88 44 99 918 46 85 96 48 701 01 37.
حنیفه با ما چای بیار. خوب شده است. ینگه حنیفه حنیفه خلیفه است حنیفه. احوالم خوب نیست. ایتین گریدو را به خونه درارید. برید زودتر. خوب شده جناب سبا. باز فشار خونش بلند شده است. با او بگید تا به خدای. خدای توبه. در را پوشید. حالا روی خط دخترها همه‌شان در همین جایند. چنانه که گفته بودید بعضیشان با پدر و مادرشان جنگی‌اند، بعضیشان یتیم و بی‌صاحبند، اکثرشان جوانند. همه‌شان برای شما موافقند. همه‌شان همین قدرند جناب سبا. باز زیادتر لازم، باز هم زیادتر. میدونی در نزد موسی هم یک دختری هست، نامش خدیجه. موسی میخواهد مجبوراً دختر را به پسری معیوبش خانه‌دار کند. دختر جای گریز میخواهد. این کار ایتین است. مادر جان. خدیجه آمد. مادر جان. مادر جان. برفین خواهرکم. برفین. خدا را شکر که زنده برفین. نفهمم گفته با تو دروغ گفته بودیم. خواهرکم جانم. خدایا با او چی شده؟ وقتی گریختنمان به دام سینان افتیدیم. یولماس تو هم در اینجا؟ التماس خواهرم رو نجات ده. پسرم برفی صحت می شود همین طور نه؟ خونی زیادی از دست داده است. حیاتش در خطر است. باید به او خون دهیم. خون را از کجا میابیم دکتر؟ اگر خون موافق آید من میدیم. من اپاش هستم، از من گیرید. شما اپاش میشوید اما شاید خونتون موافق نآید. پس چیکار کنیم دکتر؟ خونی دکتر به برفین موافق می آید. بله، خونی من به برفین یک است. یک مرتبه دیگر هم خون داده بودم. شما به بیرون برایید. بیایید رفتیم. مانی دکتر کارش رو کند. رفتیم. شما هم به بیرون برایید خدای سیلال. من جناب سبا این پولها برای آدمان از مزرعه فرستاده اتان. اگر اون دخترها را بریم پولی آنها را هم میارم. البته میارم. من این دفعه برای آدمانی با کوه فرستادم، پول نمیگیرم. یعنی پول نمیخواهید؟ نه، نمیخوام. با فکرم یکان خواهش دیگری داره جناب سبا. چی خواستنم را ناز میدونی سینان؟ مگر من را نمیشناسی؟ خیلی خوب میشناسم. اون دختری که در برای ایتین است. نامش نازی چی شده است؟ میخواهم که او را به من دی.
چه ها میگوید؟ به خدا ینگه حنیفه دیگر مرا به این خانه را نمیدید. هرمان حالش نمانده است او بیمار است این هم از روزی به این خانه آمدنش دائم بیمار است. جناب سبا بیماری ینگه وزنین است آب هم فایده نکرد. خب فهمیدم. حسن لبه جناب. زود رفتم محمد زیکو را جیغ زد. خوب شد است جناب. تو با درون درو. بیا آفرین. مادر جان وقتی که گفت خونم با برفین یک است به شما طوری نگاه کردید گویا میدونسته باشد. من به او همش رو گفتم. چی؟ گفتید؟ یعنی او میدوند که برادری ماست؟ خاموشی خدیجه بس گپ زن. مایلش بعد چی گفت؟ چرا زیق شد؟ به من باور نکرد خدیجه. گلوچ ما انگزانه مگری خملانه مگری اوچ حاله شین زواله مگری تو خواهرم هستی. اوی مگری خدایا باور کردنش چقدر مشکل است. گریه نکنید مادر جان آخر آسان نیست. بیچاره کمی به خود آید. البته قبول میکند. قبول میکند. بعد هممون از اینجا میرویم. شما چی ها میگوید مادر جان؟ آخرین موسی مرا دیوانه میکند. اگه مرا با عزیز نگاه کرده نیست نمیدونم چی کار کنم مادر جان. او چیزی گفتن نتوانستم. چی؟ مگر عزاداریت به آخر رسید؟ آقای موسی میگوید که به آخر رسیده است. اگر میدیدید که عزیز با من چه خیلی نصیبت میکند. نمیخورد نمینوشد همه وقت این طور است. موسی باشد از من خفه میشود. عزیز رو نگاه بین نمیکنی میگوید مادر جان چی کار کنم از دستم چی میآید. جانم به لب رسیده است. کاش میمردم از دست آنها خلاص میشدم. این نگو خدیجه. چی؟ تو مگر بی صاحب موندگی؟ نترس من به این کار اجازت نمیدیم. نترس. خدیجه خدیجه مادر جان خدیجه تو در اینجا کار میکنی؟ چرا عزیز را در خانه تنها گذاشتی؟ پسرم دستش را سوزانده است و تو باشی در کین کجاها میگردی؟ کنی رفتم ما تو را برای چی گرفتیم ها؟ را کرد کنی پیدا را یا رفتم را کرد میگویم مادر جان مادر جان کنی پیدا را برفین تو از جلم نست برم شو گوش کن موسی دخترم گناهی ندارد. او برای خبرگیریم آمده. رابینه تو کیستی چرا دخالت میکنی؟ پسرم قریب با عیبی او میمرد. قریب را کرد تو کدام نشد کسی را دوشم میگویم جنوم اسیستو ایستو با تو میگرد کنی پیش در بیا جنوم استی اقلی نکن ایستو یعنی بدرون دارم. جناب سبا شما را جغ میزند. مایلش رفتیم.
سلامتی هم خیلی بد است صبا. خیلی خوب بود. انا دیدی حنیفه دائم بیمار است. این خیلی زندگی نمی شود. تو این دختر رو به من ده سینام. واه واه واه، حالتان بد است دوستی جانی من صبا. خفه نشوید. تشکیلات برای در کور نگاه داشتن جنگاورانش به زنهای احتیاج دارد. در حالی که تشکیلات از روی نقشه کار میکند، من نمیتوانم به شما دختری را هدیه کنم. و باز در کار این خیلی دختران خوشروی خیلی ضرورند. و گریختن بعضی جوانان ان همین خیلی دخترها مانع میشوند جناب صبا. شما بهتر میدانید جناب صبا، خفه نشوید. خانیدار را کرد به این پسر نکرد. تو حالا هم نفهمیده ای این پسر برای ما همه ثروتمان است. بعد از سر من وارث این خاندان است. اگر با او یکون چیز میشد نه خدا تو زنده نمیگذاشتم، میکشتم. زنده نمیماندی، نمیموندی. فقط کمی دستش رو سدانیده است و خلاص. دمتاگیر به همش تو گله کنی. تو را هم میکشم، فهمیدی؟ میکشم. باز از داخل من ای بس داخل در روی جان میکنید برهنید. دمتاگیر دخترم رو نزن میگویم موسا، رحم کن. کنی دف شود بدرم دیگر با این خانه باید را نمان. دف شود رو میکشم. چرا دخترم رو میزنی؟ دف شود میشکم. رازم برد زده دخترم رو. حاضر حدیتون رو میکشم. زنی احمد دف شود از خانه من، دیگر با اینجا نبیا. خدیجه زنی عزیز است، عروسی خاندان. راز اینجا بردن نمیتوانی، فهمیدی؟ دف شو میگویم. برابر نشد زیلا. خدا به تو رحمتو کند موسا. دیگر چی گویم؟ دمتاگیر دخترم رو میگیرم، پیش از نگاه دخترم رو میبرم. مگر نسل برده نمیتوانم. رفتیم. مرا جهزه ده جناب. این زن من باز بیمار شده است. این دفعه خیلی وزنین است. تو به دهه یا به کلان رفته دکتر رو بیار. خوب شده جناب، از خانه اسمم را گرفته، زود میروم. از این دکتر هیچ خلاص شده نتوانستیم. تو دکتر رو یک طرف گذارو. گوش کن، این زیکا هم یک دختر دارد. نخواد. برای بردن موافق است. رفته طلب کن. دست و پایش بسته است. دخترش رو میدید. خیر، حاضر میرویم. سینان میگوید. چی؟ سینان میگوید. سینان میگوید. شما چه ها میگوید اما کی زیکا؟ همین که از خانه سبا بر آمدم از پسم شدن، معلوم که به اینجا میگوید. اکنون چی کار میکنی؟ زکا! زکا! کجا شدی؟ محمد زکا! مرحمت کنید قماندان. گفتم یک تو را خبر گیرم محمد زکا. به خیر است قماندان. به خانه دعوت نمی کنی، مهمانداری را هم فراموش کرده ای. کنی رفتیم مادر اینجا ایستیم. بیا رفتیم، ایتین رفتیم. آمدم سینان.
مرحمت به این طرف. تشکر به تو زکا. حاضر تو خواب میارم. نه لازم نیست. سبب تشریفتان رو نفهمیدم. شنیدم که تو دختر داشته ای زکا. دختر در کجاست؟ با دختری من چیکار دارید؟ میخواهم که او با ما همراه شود. چخیل همراه شود؟ چی ها میگویید؟ تو چرا به غضب آمدی جوان؟ اگر رفتنی خواهرت را نخواهی خودت بیا. ما برای شما بکو برآمدیم، برای شما میجنگیم، فهمیدی؟ تو کاردار نشو محمد. بکوه برآمدن چی بدی دارد؟ جنگاور شدن شرف است. ما برای خلقمان، برای برادرانمان میجنگیم. این خیل نمیشود. باید به آمک زیکا کمک کنم. سینان قماندان، من سالهای دراز به شما حق می سپاریدم. دختری من در فاتحه است، خاندار می شود. التماس او را به حالش گذارید. ای زکا، از پیش خودت گپ نزن. کن یک دخترت را پرسیم، شاید خودش می خواهد. او در خانه نیست. ایتین کنی ببین در خانه هست یا نه. شاید در اینجا باشد. سینان این در محکم است. چی؟ چهل محکم است. ها خوف است. قلف کردن. قلف کردند. زکا، در اینجا یگان چیزی پنهانی داری؟ در اینجا چی هست زکا؟ هیچ چیز نیست. آنجا همیشه قلف است. در آنجا چیزهای کنه است. میلش کنی کشا آن چیزهای کنه را هم ببینیم. چی گفتی زکا؟ زکا السلام علیکم آمک زیکا. و علیکم السلام دکتر. من هم به نزد تو رفتنی بودم. بخیر است آمک زیکا. زنی جنابی سبا بیمار است. مایلش رفتم میبینم. بیا رفتم طرف. دکتری مشهور. باز با هم واخوردیم. تو در اینجا چیکار میکنی؟ سینان، شنیدم که تو به این دیه آمده ای. آخر به هر کجایی که قدم گذاری آنجا خون ریزانده می شود. ایتین راه رفتیم. رفتیم زودتر. رفتیم. من این جوان را در کجا دیدم؟ در کجا؟ در آن تپه به طرف شهر می رفتم. چه شد سینان؟ البته همان است. این دکتر بیهوده آمده است. شاید یگان بیماری داشته باشد. شاید بیمارانش مجده یا یلمز باشند. شاید آنها در همینجا باشند. راست میگویی. خانه را میکوبیم سینان. نمی شود. کی میدونه در کجا پنهان شدن. تا عمیق نشود کاری نمی کنیم. باز آنها را ترسانده نگریزانیم. ایست حالا صبر کن. البته خودشان میبرایند. صفا اینجا بیا. وش کن. از این خانه چشمت را نمیکنی. خوب شده سینان. از هر کاری که در اینجا میشود با خبر میشوی. وگرنه راه گرد. رفتیم.
وای 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 وای. خوش آمده دکتر. خوش باشید. بیمار کجاست؟ در درون است. بیا دکتر بیا. بیا گذار. اپا خدا شفا دید. دکتر این شمایید؟ البته اوست. دکتر یک روز را میکشم. محمد زکا دخترت آمد یا حالا همون آمده است؟ با خاطر تو آمده است. اصلا تو صحت نمیشوی، اما با هر حال دکتر را جیغ زدم. جناب سبا ما رو تنها میگذارید؟ خب مایل است. جناب با شما گپ دارم. گپ میزنیم زکا. بعد جناب سینان دخترم را بردن میخواهد. نه من برد اگر گفته باشد مجبوری دختر رو دودی. شما چرا میگویید جناب سبا؟ این چی گپ؟ برای چی؟ فرزند آدمان بیچاره مثل ما به کوه میبرآمدند و فرزند آدمان داران نه؟ سینان دخترم را به حالش گذارد. التماس کمک کنید، دخترم ناموسی من است. اگر با او یگان چیز شود همه را صرف نظر کرده شما را میکشم. مایلش نکا مایلش. من با سینان گپ میزنم، دختر رو نمیبرد. آرام شو مایلش. دخترها از برای خدا آب دهید. ما وقت نداریم، رفتیم دخترها. میدونم از من میترسید، اما من از شما چه فرقیت دارم؟ اگر فرق نداشته باشی چرا به کوه بر اومدی؟ به کوه برای آزاد شدن بر اومدم. اگر در اینجا میموندم مرا با آدمی که نمیخواستم به شوهر میدادند. یک عمر غلام میموندم. اما از روزی که به کوه بر اومدم به خدا حالم خوب است. هر چی خواهم میکنم. خدیجه زودتر بیا. انا باز او از اون میگیرم. اگر او رو با اون پسر ماری باشم نگاه میکنم و خدا دلم با اون بیچاره میسوزم. دیگه منم میسوزه دیگه. نترس، با تو گپ دارم. من به شما کاری ندارم. گوش کن، تو مجبور نیستی که به این عذاب ها طاقت کنی. تو به این سزاوار نیستی. تو باید حیات خودت را آغاز کنی. اجازت نده که با تو چون با حیوان مناسبت کنند. رحیمه خواهرم، دخترم حیف می شود. باید پیش از نکاح او را گریزانم. چی کار کردنم را نمیدونم. از یک طرف برفین، از طرفی دیگر خدیجه. ابا برفین، ابا در کجا؟ ابا در کجایه؟ آروم شو برفین. ابا تو پرتون چکه چرا ابا رو در نزد آرام شو برفین. آرام شو یعنی اونها در همین جایم. مادر جان نخواد ابم رو در دستی اون ظالمان گذاره. با اون ظالم چی کار میکردیم؟ چی کار میکردیم؟ سردیت مرا، من خودم رفتم اون رو نجات میدیم. تو چی کار میکنی؟ مگر دیوانه شده ای؟ آرام شو دخترم.
bayram بیا اینجا بیا بایرام پسرم مادر جان زیق نشو جانکم گریه نکن جانکم ایتن چیکار کردی؟ کنی گپ زن؟ همش خوب است سینا. این بگاه دخترانی زیادی به ما همراه می شوند، اما این خدیجه کمی یک رو است. هیچ گپ نه، از من خلاص نمی شود. آفرین ایتن، آفرین. تو کارت خوب میدونی ایتن. سینا قماندان چه شد؟ چه واقعه؟ مجده و یلماز در خانه زیکو. چی؟ جمع شود. زودتر با من گوش کنید. همتون با دقت گوش کنید. وای بچه به نزد من بیا. تو شماره های درآمد و برآمدی ده را نظارت کنید. فهمیده؟ کنید زودتر. تو همه جای را کابه. زودتر کابه. زودتر کابه. کنی رفته. زودتر کابه. زودتر یابه. کنی ایتن یا رفتیم. اما از پسی کاراتان شده. وقتی مردنتان رسید این دفعه از من رها نمیابید. چیکار میکنیم یلماز؟ خدیجه را نجات نمیدهیم. وقتی که سینان در دیه از کار کردن نمیتوانیم برفین. تو رفته خدیجه رو خبردار کن. گوی که شب آماده شود. آمده او رو میگیرم. هممون به شهر میرویم. سینان در اینجا بودنتون را فهمیده است. با آدمانش به اینجا می آید. اکنون چکار میکنیم زیکو؟ از پس من بیایید. بیایید زودتر. یک طرفی ادرون درا به این طرف. در کجای هم در کجا پنهان کرده؟ در کجایم؟ با کجا گریختند؟ قربانتون شوم. احتمال به ما ضرر نرسونه. با خدا در خانه کسی نیست. بغیر از ما کسی نیست. با خدا راست میگویم. در کجایم؟ مادر جان رفتیم. میابیم رفتیم. در اینجا کسی نیست. نخواد. در کدام جهنمی؟ اگر جواب را پوست میکنم. در کجای؟ و کدام غار در آمدید؟ میابم همتون را میابم. میکشم. جمع شوید. میرویم.
اکنون چیکار میکنیم امکی زیکا؟ به وادی ماران به نزد برادران باید میرویم. شب را در آنجا روز میکنیم. از اونجا به شهر رفتن آسان. بیایید رفتیم. زودتر شتاب کنید. بیا به تو گپ دارم. خدیجه، اگر خدیجه را این شب نگریزانم دیگر دخترم را نمیبینم. پگاه او را نگاه میکنم. گوش کن پسرم، این بگاه ابد را میگریزانم. یک جای از اینجا میرویم. من فقط یک آرزو دارم، تو را با خواهر ابد از اینجا برده عائله‌مان را سرجم کردم. مرا فراموش کنید. من این آدمان را، زینب را پرتافته رفتن نمیتوانم. اشتهایتان. تشکر. گل زینب abla. شکر امکی مسلم. فشار خونتان خیلی خوب است. خدا از تو راضی باشد. صد شکر خداوند. دست ینگه گلی درد رو نبیند. خیلی زحمت کشیدن. چه زحمت؟ خیلی سلامت باشید. با شما هم تشکر خانم دیلا. هر روز برای معاینه با اینجا میآمدید. شما هم زحمت کشیدید. آقای فؤاد این طور نگویید. التماس. اگر فراموش نکرده باشید من همشیره‌ام. این وظیفه من است. فهمیدید؟ فهمیدم. فؤاد بیا پسرم، نمازمون رو در مسجد میخوانیم. خیلی خوب میشود امکی همی. استید من هم با شما میرم. آقای مسلم آخر شما بیمارید. امک جان التماس نمازتان رو در خانه خوانید. کمی دم گیرید مینش. آقای مسلم شما کمی استراحت کنید. همین که صحت شدید بعد یک جایه به مسجد میرویم. میلش تشکر. استراحت کنید. السلام، چی حال دارید آقای فؤاد؟ خوبم. آقای مسلم چی حال دارند؟ خوبن انشالله؟ شکر خدا خوبم. انشالله. دخترم ما باید به مسجد رویم. تو گذرشین ما دیر نکنیم. میلش من بخشیش. دیلو کاری خوب نکردی. آخر با تو چیزی نگفته بود. پسر خوب است، با ایمان است. چرا این طور میکنی؟ چرا راحت میکنی؟ دخترم گفزن یا اینکه یکون کسی دیگری رو دوست میداری ها؟ بگوی دخترم بگوی. چی حال دارید امک جان؟ خوب هستید؟ خوبم دخترم، تشکر. اکنون تقسیم میشویم پسرم. تو به دهه آبی کلان رو. اما که زیکا آنها به شما امانت. تو خواطر نشو. رو رفتیم. بیایید رفتیم. رفتیم مادر جان. بیایید رفتیم. زودتر. ایست. شما کیستید؟ با کجا میرویم؟ به وادی ماران میرویم. این پسرم است. اینش باشد روسا. یعنی روی تا را کشاید؟ راهمان را دوام میدیم. خدیجه التماس یکون خبری بد نگویید. مادرم خواهرم خوبند گویید. خوبند. آرام شو. خدایا شکر. گوش کن. مادرت گفت کی با خدیجه رفته گوی تیار شود. شب اومده این رو میبرم. یک جای به شهر میرویم گفت. با مادرم گوید که انتظار میشوم. چیزی که نشود انتظار میشوم. میلش. تشکر. چی شد؟ آنها چه حال دارن آقا؟ خوبم دیلا. فقط همین قدر میگویید؟
برفین سیاه شد. با یلماز باشد چیزی نشده است. در یک جا پنهان شدند. پگاه به شهر می روند. با شما چه شده است آقای طاهر؟ خوبم دیلا. چیزی شما رو زیر کرده است اما نمیگویید. چرا اینقدر سوال میدهی دیلا؟ وای بله راست میگویید. ببخشید. دیلا مرا ببخش. تو رو رنج آدم. روزای آخر خیلی خسته شدم. احوال روکن چی طور است؟ مادرش رو به خانهش برد اما احوال دختر خیلی بد است. از من خفه نشوید. او رو بزنه گرفته نمیتونم. مرا ببخشو که چی شد خاله جان؟ راشید از نیکا دست کشید. راست میگوید. با این حال مرا کی بزنی میگیرد؟ رشید ایستا. رشید با این حالی من نگرد نگاه کنید. با این حال من با کی لازمم؟ روکه اگر روی تو اجرا میکنم همش مثل پیشتر میشم. من با این حال زندگی کردن نمیخواهم. التماس مرا کشید آقای دکتر. روکی برای چهرت رو برگرداندن از دستم هرچی آید میکنم. بعدم میگم گریه نکن روکی. زیکا برادر وای قربانت شوم. خوش آمدی. خوش باشید آقای واحد. شکر خدا که وام بخورده ایم. حالا هم همون خیل است. ها همون خیل است. اینها از تشکیلات گریختند. گفتم که یک شب در خانه تو مهمان شوند. نوری دیده تاج سر. مرحمت. بیایید. اینها از دهه آبی کلانند. خوش آمدید. سلامت باشید. تشکر امک. خوش باشید امک جان. خائن‌ها تو را شناختم. شما چیکار میکنید؟ ایست. برای چی او را میزنید؟ برای چی او را میزنید؟ او یکی از آنهاست. برفین از تشکیلات گریخت. ایستید. دخترم از دستی آن ظالمون گریخت. دیگر با آنها نیست. تو هم بودی. همش را دیدی. باید بعد از 2 روز خانه‌دار میشد. بعد از آن روز دخترم دیگر گپ نزد. دخترم دیوانه شد. همه مردمی دهت جمع شده است. پس آن خائن‌ها رفتیم.
اما اونها را یافته نتوانستیم. نشد. ناموس دخترم را پاک کرده نتوانستیم. زنم طاقت کرده نتوانست و وفات کرد. خدا به شما صبر عطا کند آقا. آن روز هرگز از یادم نمی براید. خدا هممون را از این ظالمان نجات دهد. من باید به دیه برگردم وحید. میمه ها به تو امانت. خواطر نشد. تشکر وحید. تشکر. من رو ببخشید امک جان. ببخشید. خدا خواهد روز بان سینان خائن روبرو می شوم. به کجا رفتن؟ گبزن میگویم به کدام طرف؟ بیهنرها آنها را برده گرانید. یعنی به وادی ماران رفتند. فکر کردند که از من رها میابند. بیعقلها. پیراهن تقدیر فیلم سال 2011 در مرکز پرودوسری سیما پروداکشن از ترکی به تاجیکی گردانده شد.